درود فراوان خدمت شما دانش آموزای عزیزم. امروز اومدیم قسمت 6 رو براتون ضبط کنیم. یه سری سوال از آرایش الکترونی یونها، آرایش الکترونی، واکنش پذیری عناصر، استوکیومتری گازها و استوکیومتری مخلوط‌ها براتون آماده کردیم. سوال اول میگه با توجه به آرایش الکترونی گونه‌های داده شده کدام گزینه درسته؟ نماد عنصرها فرضی. اول بیایم پیدا کنیم اینا اصلا کدوم عناصرن. اتم آب نئون 10 با 2 میشه 12، این منیزیومه. B نئون 10 با این 7 میشه 17، کلور 17. C دوبار منفی، یعنی 2 تا الکترون گرفته به آرگون 18 رسیده، 2 تا ازش کم میکنیم میشه 16، میشه گوگرد. D 3 بار مثبت، یعنی 3 تا الکترون ازش گرفتیم به نئون 10 رسیده، 3 تا بهش بدیم میشه 13، آلومینیوم 13. یک میگه عنصرهای A و B چکشخوارن. A منیزیم فلز چکشخواره، B کلور نافلز چکشخوار نیست. جمله غلطه. میگه عنصر C یک شبه فلزه، C گوگرد یک نافلزه. 3 اختلاف عدد اتمی عنصرهای C و D برابر 5 که شما 16 رو منهای 13 کنید 3 میاد، غلطه، پس میشه گزینه 4. واکنش پذیری عنصر B یعنی کلور از بروم 35 بیشتره. بله، خاصیت نافلزی از بالا به پایین چون اینا همگروهن برخلاف شا کم میشه، پس شعاع کلور کمتر. سوال بعدی میگه توصیف زیر بیان کننده یکی از عناصر جدول تناوبی عنصر هاست. کدام ویژگی درسته؟ میگه عنصری از دسته پیه که شمار الکترون های L صفرش یعنی Sش برابر شمار الکترون های ظرفیتشه و با نخستین شبه فلز گروه 14 یعنی سیلیسیوم در یک دوره قرار داده. سیلیسیوم در دوره سومه. شما میدونید در جدول دوره اول زیرلای 1 اس پر میشه، دوره دوم 2s و 2p پر میشن، دوره سوم 3s و 3p و دوره چهارم 4s و 3d و 4p. چون در دوره سومه پس زیرلای 1sش پره، 2sش پره، 2pش پره، 3sش پره، درسته؟ در دوره سوم دیگه به 4s نمیرسه. زیرلای بعدی 3pه چون در دسته پیه. خب اگه من به اینا الکترون بدم، زیرلایه های S 6 تا الکترون داره و گفته با الکترون لایه ظرفیتش برابره. گروه 16 الکترون لایه ظرفیتش 6 تاست، پس این توان 4 میگیره. این عنصر گوگرد 16. حالا میگه که کدوم درسته دیگه. نافلزی است که در دمای اتاق گازه. نه، گوگرد در دمای اتاق جامده. قبل از این عنصر 5 عنصر فلزی در دسته S وجود داره. خب ما لیتیومو داریم، بریلیومو داریم، بعد سدیم رو داریم با منیزیم، آلومینیوم دسته پیه. این 4 تا دسته اس هم. پس این هم غلطه. تفاوت عدد اتمی این عنصر با عدد اتمی اولین عنصر دسته پی بور 5 برابر 11. 16 منهای 5 11، کاملا درسته. میگه همانند عنصری با عدد اتمی 2 واحد کمتر از خودش که میشه همون سیلیسیوم 14 رسانایی ضعیفی داره. نه، نارسانا است. غلط. سوال بعد میگه با توجه به واکنش‌های زیر عبارت کدام گزینه نادرسته؟ خب واکنش انجام نمیشه، یعنی کروم نتونسته جای منگنز رو بگیره، پس منگنز واکنش پذیری از کروم بیشتره. کلسیم اومده جای منگنز رو گرفته، پس کلسیم از منگنز بیشتره. اینجا کروم اومده جای مس رو گرفته، پس کروم هم از مس بیشتره. اینجا نقره نتونسته جای مس رو بگیره. این میشه ترتیب واکنش پذیری، نتیجه گیری که از این 4 تا ما گرفتیم. بعد میگه که برای استخراج فلز کروم از اکسیدش میتوان از نقره استفاده کرد. چون نقره واکنش پذیریش از کروم کمتره، پس نمیتونیم برای استخراج کروم از سنگ معدنش از نقره استفاده کنیم. پس این جمله غلطه. جواب همین گزینه 1 خواهد بود. واکنش CR با CaO به طور طبیعی انجام نمیگیره. کروم واکنش پذیریش از کلسیم کمتره، پس نمیتونه جای کلسیم رو تو ترکیب بگیره. جمله درسته. برای استخراج فلز نقره از اکسیدش میتوانیم از منگنز، کلسیم، کروم و مس، از هر 4 تا اینا میتونیم استفاده کنیم چون واکنش پذیری نقره از همشون کمتره. واکنش منگنز با مس 2 اکسید به صورت قابل قبول است. منگنز میتونه جای مس رو بگیره. کاملا درسته. سوال بعد میگه از تجزیه چند گرم سدیم هیدروژن کربنات یعنی جرمینو میخواد
در دما و فشار معین 24 لیتر گاز به دست اومده. بچه گاز ما این دوتاست، 24 لیتر ازش داریم. برای حجم گاز باید شرایط بگه. اگه میگفت SCP تقسیم 22/4 و مجموع ضرایب این دوتا میکردم. اگه حجم مولی میداد همین کارو میکردم. چون چگالی بخار آب رو دارم، پس من باید از فرمول حجم ضرب در چگالی تقسیم بر ج مولی و ضریب استفاده کنم. بیا کنید بچه‌ها، این 24 لیتر مربوط به حجم این دوتا گازه. چون ضرایب اینا 1:1 و در یک دما و فشار هستن، پس نسبت حجم این دوتا چون ضریبشون برابره به صورت یکسان و برابری تولید میشه. پس این 24 رو من تقسیم بر 2 کنم، 12 لیتر سهم H2O خواهد بود و 12 لیتر سهم چی؟ CO2. حالا اگر ضریب CO2 مثلا 2 بود، یعنی 3 مول گاز تولید میشد، سهم H2O 8 لیتر و سهم CO2 2 برابرش یعنی 16 لیتر میشد. چون ضرایب برابره، پس 24 تقسیم بر 2 میکنم، 12 لیتر H2O 12 لیتر CO2. چون من چگالی H2O رو دارم، حجم H2O رو ضرب در چگالیش میکنم، میشه جرمش تقسیم بر ج مولیش 18 میکنم و ضریبش 1 مساوی اینور جرم رو میخوام تقسیم بر ضریبش 2 و ج مولیش 84. بخوایم ساده کنیم 2 رو با این میزنم میشه 9 9 به 3 میشه 3 12 به 3 میشه 4 1 و نیم با 3 میشه نیم 4 ضرب در نیم میشه 2 2 ضرب در 84 میشه 168. و سوال آخر میگه جرم‌های برابری از C2H6 و C3H6 در شرایط استاندارد در مجموع حجمی برابر 89/6 لیتر دارن. ما جرم‌های برابری از این داریم و حجمشون هم داریم که این حجم رو تقسیم بر 22/4 کنم میشه 4 مول. پس مولش هم دارم. از ما اختلاف حجم گاز کربن دی اکسید حاصل از سوختن این دوتا ماده رو در شرایط SCP میخواد. پس من باید بیام مقادیر این دوتا رو پیدا کنم. چون مول دوتا رو دارم، پس من میام جرم اینا رو آ گرم میگیرم، تقسیم بر ج مولی هر کدومش میکنم. جرم مولی این میشه C به اضافه آ گرم دوباره پروپن دارم، تقسیم بر ج مولیش میکنم میشه 42 مساوی چند قرار میدم 4 مول. اینو ساده میکنم، پس میشه 42A به اضافه 30A، 30 رو ضرب در 42 کنم 1260 میشه مساوی است با 4 ضرب در 1260. 4 رو ضرب در 1260 کنم میشه 5040 مساوی این دوتا رو ما هم جمع میکنم میشه 72. حالا آ میشه چی؟ 5040 تقسیم بر 72 که میشه 70. پس من 70 گرم از این دارم و 70 گرم هم از این دارم. خب حالا از من چی میخواد؟ تفاوت حجم کربن دی اکسید. من به این 1 بدم این میشه 2، به اینم 1 بدم این میشه 3. هیدروکربن ها وقتی کامل میسوزن به تعداد کربنشون کربن دی اکسید و نصف هیدروژنشون آب تولید میکنه. خب 70 گرم دارم، تقسیم بر جرم مولیش میکنم C و ضریبش 1 مساوی، بیایم مول اینو به دست بیاریم تقسیم بر 2. خب این که با این میره میشه 14/3. اینجا هم 70 گرم دارم، تقسیم بر جرم مولیش 42 میکنم مساوی x بر روی 3. 3 70 میشه 210 میشه 5 این. خب من میام تفاوت مول این دوتا رو به دست میارم، 5 رو منهای 14/3 میکنم، 14/3 میشه 15 میشه 1/3. حالا این 1/3 تفاوت مولشونه، باید ضرب در چی کنم؟ 22/4. پس 22/4 رو من کافیه تقسیم بر 3 کنم که جواب میاد 7.5 تقریبا، گزینه 1.